تکبیر 100 مراتب اگر بگوید 10 غلام آزاد کردگی حساب می‌یابد. غلام آزاد کردن یعنی عملی هر کی نبود. در بعضی کتاب‌ها آمده است که غلام تقریبا $20,000 یعنی غلام عادی همین قدر قیمت داشت. با غلام‌ها اگر کسب هنر داشته باشد، علم و معرفت داشته باشد، قیمتی او بلندتر است. غلامی که عیب دارد، دزد هست، خبرکش هست، اینها نرخش ارزان است. حساب می‌یابد 20,000 است. کسی که اگر 100 مراتب لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر 10 غلام با آزاد کردگی را ثواب داشته و 100 ثواب بر نامه او نوشته می‌شود. 100 گناه از نامه اعمال او محو کرده می‌شود، است نابود کرده می‌شود و تا بیگاهی از ضرر شیطان محفوظ می‌ماند و همین گونه از سحر و جادو تا بیگاهی محفوظ می‌ماند. 6 دقیقه وقت می‌گیرد. بیگاهی هم اگر بعد نماز عصر یا بعد نماز شام بگوید تا نماز بامداد همین فضیلت در حق او ثابت است. روایت بخاری